دیشب پدرم سرکوفتم میداد، میگفت بچه های مردم یکیش دعاگاهیه، یکیش دادگاهیه، یکی دیگه چند نمیچه گاهیه، ولی بچه ما آقای خودش خدا مونده. بد نده کن قشنگ. خدا بد نداده، خودم بد دادم. وقتی من در دانشگاه تدریس میکردم به دانشجوهایی که بد میدادن میگفتم مامانشون بیان. به شما نگفتن؟ خاله و مامانشون یا دوستاشون. ببین ازم چه رونق اقتصادی این دانشجو وقتی شدن قاضی ایجاد کردن. مثل خانم پریسا حجت، مثل خانم دادیار سید فرزانه رضایی. خانم رضایی 3 ساعت قبل از تحویل گرفتن محتویات پرونده از طرف دادستان رأی صادر کرده بوده. ماشاءالله. معجزه دوم، ایشون کن فیکون کرده، خواهرم فرزانه کریمی را از کانادا به جلسه رسیدگی آورده.